سلام دوستان، امیدوارم معاملات خیلی خوبی داشته باشید. چند تا نکته بود که دوست داشتم با شما به اشتراک بذارم. این ویدیو یه مقدار خودمونی تره و یه مقدار راحت تر صحبت میکنیم و هدف از ساختن این ویدیو این بود که این نکات رو با شما هم به اشتراک بذارم در حین چارت و بتونیم با هم دیگه ازشون استفاده کنیم و معاملات بهتری داشته باشیم. هدف اصلی کانال همیشه این بوده که نکات خیلی مهم رو به صورت رایگان در اختیار همه قرار بدیم تا با همدیگه به یه معامله‌گر بهتر تبدیل بشیم. سعی شده در کانال بهترین محتوا رو برای شما آماده کنیم و همیشه به صورت رایگان قرار داده میشه. امیدوارم از این نکات استفاده کنیم و بتونیم معاملات خودمون رو بهتر کنیم. یه نکته خیلی مهم در این چارت بود که دوست داشتم با شما به اشتراک بذارم. اگر ویدیوی سوینگ ها رو دیده باشید که پیشنهاد میکنم حتما اون ویدیو رو اگر ندیدید ببینید، چون نکات خیلی مهمی در اون ویدیو گفته شده که دیدتون رو به نسبت به چارت تغییر میده، روندها رو بهتر میتونید بشناسید، سوینگ های اصلی از فرعی رو به راحتی میتونید تشخیص بدید بعد از دیدن اون ویدیو و کمک زیادی میکنه تا بتونید معاملات خودتون رو بهبود بدید. بریم سراغ نکته این که اگر اون ویدیو رو دیده باشید، سوینگ های اصلی ما در چارت الان این سوینگ ها هستن که مشخص میکنیم. در حال حاضر یه روند نزولی در تایم فریم 1 دقیقه در این چارت هست. خیلی به اشتباه بعد از دیدن نشانه‌ای از یه روند صعودی وارد معامله میشن و معاملاتشون رو با ضرر میبندن. این نکته مهم اینه که ما در حال حاضر در تایم فریم بالاتر، در تایم فریم 5 دقیقه و 15 دقیقه در اینجا یک گپ ارزش منصفانه یا همون FVG رو داریم و در حال حاضر در حال تست این الگوه، این گپ و احتمال پایین اومده این روند زیاده. نکته مهم اینه که حتما برای تست الگو منتظر تاییدیه‌های بیشتر باشید و اگر قرار باشه یه روند تغییر بکنه در نظر داشته باشید که از سوینگ های اصلی خودش بتونه حتما عبور کنه. در صورتی که نتونه از سوینگ های اصلی خودش عبور بکنه، این روند همچنان یه روند نزولی. اگر ادامه روند باشه حتما باید از سوینگ اصلی خودش عبور کنه و بعد از تست اون مجددا ادامه روند رو داشته باشیم. و اگر قرار باشه که یه الگوی ریورسال یا همون الگوی بازگشتی شکل بگیره، حتما مجددا باید از این سوینگ عبور بکنه. یعنی در حال حاضر ما این دو تا سوینگ مهمترین سوینگ های این چارت. نکته خیلی مهم اینه که خیلی‌ها به اشتباه در تایم فریم های بالاتر روند اصلی روند نزولیه و در تایم فریم های پایین‌تر به فکر باز کردن معاملات خرید هستن. تایم فریم های بالاتر اصلا در نظر نمیگیرن. باید اینو در نظر داشته باشید که حتما باید در تایم فریم های بالاتر روند اصلی رو در نظر بگیرید، در تایم فریم های پایین‌تر به دنبال شکلگیری و یا تایید الگوهای بازگشتی یا ادامه دهنده باشید. عبور از سوینگ هاتون رو باید در نظر داشته باشید. بعد حتما یه چک لیست برای معاملاتتون داشته باشید. به طور مثال ما در اینجا یه ترند نزولی داریم، فرض بر این میذاریم که از این ترند عبور کرده، تستش کرده. دو تا سوینگ داریم، سوینگ هامون رو در نظر میگیریم، ببینیم اینجا در این ناحیه آیا گپی وجود داره یا نداره. نشانه‌ای از بازگشت یا ادامه روند رو باید در نظر بگیریم. به حجم دقت میکنیم که ببینیم در این ناحیه آیا حجمی وجود داره یا نه، مثل این نقطه که در حال حاضر در حال یه شکلگیری یه روند صعودیه، ولی خب حجمی که در این ناحیه قرار داده حجم مناسبی نیست و میبینید که نوسانات در مارکت به شدت زیاده. در این قسمت های چارت نوسانات خیلی زیاده و حتما باید این نوسانات رو در نظر بگیرید. نوسانات در مارکت کریپتو و فارکس به شدت زیاده و در قسمت هایی که نوسان زیاد داره بهتره که وارد معامله نشید و معاملات خرید یا فروشی باز نکنید. نکته دوم در مورد شکلگیری الگوهای بازگشتیه. به طور مثال ما اگر در این ناحیه ما یه روند نزولی داشته باشیم و اگر منتظر شکلگیری یه الگوی ریورس باشیم مثل دو کف یا هدن شولدرز، باید حتما در نظر داشته باشید که
روندها به آرامی شکل میگیرن و اگر قرار باشه یه روند ریورس بشه، خیلی آروم این روندها تغییر پیدا میکنن و فقط با یه دوتا کندل به این شکل حرکت نمیکنن. این روندها حتما باید از سوینگ های خودشون عبور کنن، تاییدی های بیشتری به ما بدن. اگر قرار باشه که یه روند ریورس بشه، یه الگوی به طور مثال هدن شولدرز شکل بگیره، اگر این قسمت رو شانه چپ در نظر بگیریم و اینجا رو سر الگو و این رو شانه راست باید در نظر بگیریم. اول اینکه شانه راست باید یه مقدار از شانه چپ بالاتر باشه، بهتره که به این شکل باشه تا تاییدهای بهتری ما بده. حتما باید از این ناحیه خط گردن هست عبور کنه، تایید بده و بعد از تایید میشه وارد معامله شد و روند ریورس میشه. اگر دقت کنید خط گردن دقیقا همین سوینگ های ما که در اینجا ما به شما نشون دادیم. این سوینگ ها هستن که سوینگ های اصلی هستن که عبور میکنن. شکلگیری خود این الگو خیلی اهمیت نداره. به طور مثال ممکنه این الگوی هدن شولدرز باشه، الگوی دو کف باشه یا الگوهای دیگه باشه که مجموع تمام این الگوهای مهم چند تا الگوی مهم بیشتر نیستن و به راحتی میتونید اونا رو در چارت ببینید، تمرین کنید و ازشون استفاده کنید. پس میبینید که با تشخیص یه سوینگ اصلی از فرعی چقدر راحت و چقدر خوب میشه وارد معامله شد و تریت های معاملات بهتری داشت. صبر در معاملات خیلی مهمه. شما در این مارکت هستید که کسب سود کنید و معاملاتتون بهتر باشه و سودهای بیشتری به دست بیارید. ولی اگر بدون داشتن چک لیست و بدون داشتن پلن معامله و صبر در استراتژی و روانشناسی معاملات خودتون بخواید معامله کنید، معاملاتتون ممکنه با ضرر بسته بشه و سودهای خیلی کمی از این مارکت داشته باشید. چک لیست خودتون رو داشته باشید، به طور مثال عبور از خط روند، عبور از سوینگ های اصلی، بررسی کردن گپ هایی که در چارت شکل میگیره، نشانه‌ای از ریورس روند یا ادامه روند رو ببینید. حتما در تایم فریم های بالاتر روند اصلی رو در نظر بگیرید، بعد در تایم فریم های پایینتر به فکر ورود به معامله باشید. اندیکاتورها شاخص های مارکت هستن و میشه در کنار تایید های دیگه ازشون استفاده کرد. بزرگترین معامله گرا هم از اندیکاتورها استفاده میکنن، اما برای تایید های اضافی در روند، نه اینکه فقط با یه اندیکاتور وارد معامله بشید. این نکات رو در نظر بگیرید. اندیکاتوری مثل RSI شاخص های خیلی خوبی هستن برای تایید های دیگه در معامله. ویدیوش رو در کانال قرار دادم، پیشنهاد میکنم از پلیلیست رایگان استفاده کنید. تمام نکات تجربه و آموخته‌ایه که طی مدت‌ها به دست اومده و سعی شده با شما به اشتراک بذاریم. هدف کلی ما رشد کردن در کنار هم بوده. روی روانشناسی معاملات خودتون کار کنید، پلن معامله داشته باشید تا بتونید از این مارکت ها کسب سود کنید. این نکات رو دوست داشتم با شما به اشتراک بذارم. به امید موفقیت تک تکتون. خدا نگهدار.